میگه با خبر باش که این شام صبا میگذرد، حیف آن عمر که به یاد خدا میگذرد. سلام دوستای عزیز، امیدوارم که جور صحت کاسخایت که وقتی که صبح هم دانی لوبیا را دیده کچالو را یک رش را دیده تا دیگه شی من ده این روز میگفته که خیرم بود ملقام تربان ببغايا وفصاد لما تاس در پیش چشمم آنا نهاید افتاده در خون قدی رساید. سلام، خسته نباشید. خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم جور صحتمند باشید، در هر جای که هستید خوش سرحال باشید. خوش آمدید دوستان در برنامه امروزی از ما. نازنین اینا وقت چای بخوریم. امروز هم تاسهای حسینی هم که دسته از ما در منبر ماره ان شاء الله بلدشم اگر تانستم کمک تهیه از ویدیو تاسهای حسینی یا تا آخرم قد از ما باشید. مو این سال که هستم مو رفتن نمیتونید در تاسها از خاطر که یک سال تاین سر والم نایده تاس ها در بلنسر، یک سال کسته بلنسر در تاین سر مره، یک سال کسته مو اینجی تاس ها نداره، یک سال تاین سر کسته تاس ها نداره. همزو خاطر نالی مو بجای که بری در خانده بری سرکارای روزمره که دوستا تا آخر قدر مو باشید. باز هستم گفته دوستا آخر کیا خیلی نالا بهش مو گفتن یک درید بگید بده دوستا. نه دیگه گفتنی نداره باید چای بخوری وقتی که صبح رفتت لوبیا دیده ده گفته که کچالو قس کمک منده و خود چیده تاس ها رفت گفته تو برو بدی چای رو بخوری میگم و بری سمی انجی کارایی روزمره دیگه که این کارای از میه دیگه در خانده مرم مو بری کچالو بدی بدی شب تر بری بلی ما رو این کارا دیگه دوستان تا آخر قد از ما باشید. امیدوارم از این ولاگ از من لذت ببرید. دیگه هم کامنت های قشنگ خواهد نظر ویدیو از من نوشته کنید، ما انشالله بلدشون جواب میدیم. دیگه تشکر از اینکه تا آخر قد ما هستید. ما مگه بسم الله الرحمن الرحیم. میگه با خبر باش که این شام صبا میگذرد، حیف آن عمر که به یاد خدا میگذرد. سلام دوستای عزیز، امیدوارم که جور صحتمند باشید، در هر کنار از دنیا که هستید خوش سرحال باشید و لباس عافیت به تن داشته باشید. خب دوستای عزیز دیگه امروز هم تاسه های دیگه تاعت ایدواتات شما بیننده هم قبول باشه انشالله را تا آخر برنامه قد از ما باشید. دوستا با لایک سابسکرایب خو دیگه کامنت های قشنگ خو زیر ویدیو بلید مرحبایی بلده همه از مسلمانان عزیزم تسلیت میگیم امروز را. امروز هم شهادت ابوالفضل عباس علمدار امام حسین علمدار کربلا. این روز کاسخایت که وقتی که صبح هم دانی لوبیا را دیده کچالو را یک رش را دیده تا دیگه شی من ده این روز میگفته که خیرم بود تو آو بدی کوفوش من ده ما مرون ده خطی دیگه مرتکو ده تاسفا دیگه شا فرده میاد راسازی من ده اینی دو پال دیگهش من که خلاص شد خب خیش کنینگه کمک میکنه کمک نکنیش کار کنیم میشا کسته کار زیاده کمک نکنیم نمیتونه کمک آره سالیم بودم خوب بود خاطر کم قدر شاره بردن نمیتونه نه
میگیرم وقتی که گول میگیرم بهت میدادم از تو دستور دوستان عزیز رئیسیم تا ساعت در منبر پایین سر 4-5 قریه از بالا سر موری انشالله در پایین سر کمرک خداوند اما عبدالله این عزاداری را از همه مسلمان های جهان قبول فرماید. دوستان اینجا منتظر ماندم که یک دوسه قریه دیگه هم بالا سر وای انشالله تا دسته با هم بریم پایین. از بالا یکی دسته منتظر اولایی بالا سر کمرک منتظر تا دسته برادر هم برسن. حسینی زیبایی یا منطقه شفاضل یخسوز است. نام خدا موتر زیاد شده تا چیشم کارم نه موتر دیگه. یا ناصر النبی شور سینجلی یا ناصر خدا ای خدا این علم است که بی‌سایه این علم است که بی‌سایه ای خدا این علم است که بی‌سایه ای خدا حضرت عباس علمدار ای خدا حضرت عباس علمدار ماه بنی هاشم سردار ای خدا این علم است
خوش آمدید گریان در آن شهید نینوا خوش آمدید گریان در آن شهید نینوا خوش آمدید ای من فی الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء حسین ابن علی و یارانش و دستهای قلم شده ابوالفضل العباس بلند صلوات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تشنه آبم عمو جان تشنه آبم عمو جان تشنه آبم عمو جان قوم تربان ببغيان وفساد لما تسعون بقتلي لما تسعون بقتلي بلجاج وعناد تشتهي آبم عمو جان تشتهي آبم عمو جان تشتهي آبم عمو جان تشتهي آبم عمو جان. الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ذکر نوحه. گرده علامت مولا پروان صفت کردم 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 درمانگه هر دردم ای میری علمداران ای میری علمداران سرباز سرافرازان سردانی وفاداران سردانی وفاداران بنگر برآوردم گرده علامت مولا پروان صفت کردم ای رأس خونین بر روی نیزه زینب فدایت 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 غلطی سر کناره دردانه هایت زینب بگیرید خون در عزایت سالار خوبان جانم فدایت ای رأس خونین بر روی نیزه زینب فدایت ای رأس خونین بر روی
زینب فدایت ای رأس خونین بر روی نیزه زینب فدایت کی سر بریده از پیکری تو خنجر زده کی بر حنجری تو وندیده در خون گل پیکری تو ناید بگو شباوری تو جسمی شریفت گیرم در آغوش داغت نگردد هرگز فراموش با خاک صحرا گشتی کفن پوش قربان رسی از تن جدایت ای رأس خونه بر روی نیزه زینب فدایت ای رأس خونین بر روی نیزه زینب فدایت ای رأس خونین بر روی نیزه زینب فدایت. اجرتان بابا عبدالله الحسین. صلوات بر محمد و آل محمد.